سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز اومدم راهنمای خرید گوشی تا 30 تومن رو بهتون بگم. امیدوارم شما بهترین انتخاب رو در این بازه داشته باشید. بریم سراغ اصل مطلب. از دو برند گوشی داریم، شیائومی و سامسونگ. اولین گوشی که قیمتش 5800 هستش از برند شیائومی هستش که اسم گوشی ردمی A3 هستش که این گوشی خیلی توانا نیست، ولی برای خریدن واسه عزیزانتون یا پدر مادرهای عزیزتون در حد یه پیام، یه تماس ساده یا یه وبگردی خیلی کوتاه در طول روز خیلی توانا و با گزینه مناسبی هم هستش در این بازه قیمتی. یکم که بودجه بره بالاتر، یعنی 7 تومن 8 تومن، دو تا گوشی داریم از هر دو برند. اول مال سامسونگ رو میگم که A05 رو داریم که قیمتش 7600 هستش. این گوشی خیلی تواناتر از نسبت برای وبگردی در روز و استفاده کارهای روزمره و بر بازی‌های سبک هم توانا هستش و تو این بازی قیمتی اگه دوست داری سامسونگ بخری، این بهترین گزینه است واسه. در برند شیائومی پوکو C75 رو داریم که اگه گیمری و بودجه آنچنانی نداری میتونی این گوشی رو بخری. قیمتش هم 8900 هستش. یه گوشی هستش که بر بازی از سنگین مثل کال آف پابجی در حد 1-2 ساعت در روز توانا هستش و میتونه هندل کنه واسهتون. یکم قیمت دوباره بره بالاتر، 10 تومن 11 تومن، سه تا گوش داریم، یکی از سامسونگ و دو تا از شیائومی. اول مال سامسونگ رو میگم که A16 هستش، یک گوشه جدید هستش که قیمتش 11300 هستش. اگه سامسونگ فن هستی و دوست داری همیشه یه سامسونگ تو دستت باشه، در این بازه قیمتی بیشک A16 بهترین انتخابه، چون هم جدیدتر نسبت به A15 هستش. داخل برند شیائومی دو تا گوشی داریم که پوکو M5S داریم که اگه گیمری و ردبندی قبلی رو دیده باشیم، میتونی اگه یکم بیشتر هزینه کنی واسه خریدن گوشی، میتونی این گوشی رو بخری که قیمتش 10 تومن هستش، که یه گوشی خیلی تواناتر هستش نسبت به پوکو C75. درسته پوکو C75 جدیدتره، ولی هنوز پوکو M5S ارزش خرید داره. گوشی دیگری که میخوام بهتون بگم ردمی 13 4G هستش که قیمتش 10500 هستش. این گوشی هم بین پوکو M5S و ردمی 13 4G، ردمی 13 4G کم جدیدتر هستش. بحث سلیقه است. شما باید برید بررسی این دو تا گوشی رو ببینید و بین اینا به سلیقتون رو انتخاب کنید و هر کدوم دوست داشتی میتونید تهیه کنید و نسبتاً مثل همن این دو تا گوشی. یکم که بودجه بره بالاتر، یعنی 13 تومن تا 14 تومن گوشی سامسونگ داریم که من 13 تومن رو از سامسونگ حساب نمی کنم و میذارم واسه 14 تومن، چون نزدیک 15 تومن میشه برای قیمت 15. و در بازه قیمتی 13 تومن از برند سامسونگ گوشی نداریم و دو تا گوشی از برند شیائومی داریم که الان بهتون میگم. اولین گوشی پوکو M6 پرو 4G هستش که یه گوشی هستش که واقعا برای گیم توانا هستش. یه گوشی جدید با اندروید بالا و آپدیت های زیادی میگیره و یه گوشی از برند شیائومی که واقعا ارزش خرید داره، برای میتونه هندل کنه بازی ها سنگین رو در حد 3-4 ساعت در روز و در حد کیفیت معمولی. من میگم گوشی دیگری که بهتون میخوام بگم ردمی نوت 13 4G هستش که همین فکر کنم پارسال بود معرفی شد، که یه گوشی هست که خریدار زیاد داشت و خیلی خوب فروش رفت در ایران و یه گوشی هستش که نرمال هستش و تقریبا با پوکو M6 پرو 4G یکی هستن از نظر همه چی و یه گزینه خیلی مناسب هستش واسه خریدن. بودجه که به 14 تومن برسه، 14-15، دو تا گوشی داریم از هر دو برند. اول مال سامسونگ رو میگم که A25 رو داریم 14900. این گوشی واقعا خیلی خوب هستش. اگه دوست دارید در این بازه قیمتی یه سامسونگ بخرید، بیشک A25 بهترین گزینه است، چون هم جدید، اندروید بالایی داره و آپدیت جدید میگیره و یه گوشی هستش که خیلی توانا بر بازی‌های سنگین هم هست. این ور که بیان برندهای شیائومی پوکو X4 پرو داریم. درست قدیمی شده، ولی اگه یه گیمر حرفه‌ای هستی، بیشک پوکو X4 پرو درست قدیمی شده ولی هنوز ارزش خرید داره.
قیمتش 14700 هستش که واقعا یه گوشی هستش که دیگه خودتون میگونید. پوکو X4 پرو وقتی که اومد خیلی غوغا کرد و برای گیمرهای حرفه‌ای که بودجه آنچنانی ندارن بیشک این بهترین انتخابه. بودجه که به 17 تومن برسه از برند سامسونگ، 17 تومن 16 تومن برسه از برند سامسونگ گوشی نداریم، ولی از برند شیائومی یه گوشی داریم که الان بهتون میگم. ردمی نوت 13 پرو 4G رو داریم در این بازه قیمتی که قیمتش 17500 هستش که تقریبا با A54 و حتی A35 حتی A55 هم برابری میکنه و اینجا بحث سلیقه است دوستان. اینجا اگه شیائومی فن هستید اینقدر بودجه‌تونم 17 تومنه بیشک این بهترین انتخابه و برابری میکنه حتی با A55. یه گوشی از منحصر به فرد و واقعا ارزش خرید داره. بودجه که به 19 تومن برسه نزدیکای 20 تومن از برند شیائومی گوشی خوبی نداریم و من نیاوردم، ولی از برند سامسونگ یه گوشی داریم که تازه امسال معرفی شده A35 رو داریم که قیمتش 19900 هستش. یه گوشی هستش که بچه‌ها بر بازی‌های سنگین توانا هستش، روزمره رو خیلی روان میتونه اجرا کنید، عکس میتونید عکسای خیلی خوبی میگیره با کیفیت بالا، اندروید بالایی داره، آپدیت های زیادی میگیره و A35 در این بازه قیمتی 19 تومن بیشک بهترین انتخابه. ولی A35 وقتی معرفی شد قیمتش 14 15 حتی 16 رفت، ولی خب دیگه به خاطر دلار امروزی دیگه قیمتش اینطوری شده و وقتی که به دیگه 20 تومن و 21 تومن گوشی خوبی نداریم من نیاوردم و مستقیم رفتم روی 23 تومن و 24 تومن و یه گوشی هم داریم از برند شیائومی که 22,400,000 هستش که مخصوص گیمرها. خودتون فکر کنم بفهمید دارن چه گوشی رو میگم. خب الان از برند سامسونگ شروع میکنم که 3 تا گوشی داریم، 2 تا از شیائومی و یه دونش از سامسونگ. گوشی سامسونگ A55 هستش که قیمتش 23,900 هستش. خب همتون A55 رو شنیدید که خیلی تعریفش رو شنیدید و این در این بازه قیمتی خیلی تنوع هستش و برمیگرده به سلیقه شما. الان من بهتون گوشی ها رو میگم ولی شما باید بر حسب سلیقه خودتون برید و بررسی این گوشی ها رو ببینید و بر حسب سلیقه خودتون این گوشی ها رو اگه مورد پسند بود تهیه کنید. A55 رو بهتون گفتم. بریم سراغ پوکو X6 پرو 5G. یه گوشی است نگم براتون، برای گیم خیلی خوبه، یعنی دیگه نگم براتون، یعنی برای گیمرها اصلا خوراک این گوشی، یعنی برای گیم ساخته شده این گوشی. من زیاد دیگه خودتون تعریفش رو شنیدید، زیاد تعریفش رو نمی کنم. بریم سراغ گوشی بعدی، ردمی نوت 13 پرو پلاس 5G. این گوشی 24,800,000 قیمتش هستش که تقریبا با A55 یکم بالاترم هست از A55 و یه گوشی هست که خیلی ارزش خرید داره و دوباره من میگم بهتون برمیگرده به سلیقه خودتون، چون A55 و ردمی نوت 13 پرو پلاس 5G تقریبا درست ردمی نوت 13 تقریبا یکم بالاترم هستش ولی تقریبا برابر هستن و دوباره من میگم برمیگرده به سلیقه خودتون و قیمت که بره بالاتر یعنی دیگه 26 تومن و 27 تومن گفتم گوشی مثلا چطور براتون میگم آنچنان خوبی نبود که مثلا من بیارم توی ویدیو و یه گوشی آوردم که قیمتش 28,300 هستش که S21 FE 5G هستش. رم حافظه 256 رو من دارم میگم قیمتش اینه که قیمتش الان 28,300 هستش. S21 FE 5G حافظه 256 رو من دارم میگم با این قیمت 28,300 هستش که یه گوشی خیلی منحصر به فرد در این قیمت هست. اگه بودجه 28 تومانی داری یا 29 تومانی این گزینه بدون شک بهترین گزینه هستش در برند سامسونگ. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب بدون نره. خدا نگهدار.